بگو قبض روح میکند شما را ملک مرگ عزراییل، اون عزراییلی که موکل شده به شما، اون کسی که حاکمیت داره به شما، با شما هست، اون کسی از اول وکیل تو هست. خداوند یه 20 میلیارد جلاد داره به نام چی؟ به نام عزراییل. خب یه نفر باشه خسته میشه بدبخت. از اول عالم تا آخر انقراض عالم اگه عزراییل باشه خود خسته میشه، اصلا خودش حوصله‌اش سر میره. خدا یکی دیگه به جای من پستان عوض کن مثلا. اینقدر بعد عزراییل همونطور که میگن شیاطین، همونطور که میگن اولیاء الله، اینا خب اونا عزراییل هم زیاده دیگه، ملک الموت هم زیاده. میگن عزراییل جونشو گرفت. یعنی اینجوری به زیر لاستیک ماشین تیکه تیکه بشی اونجا با کارتک گوشت جمع کنن، یعنی عزراییل اومده این کاری کرده، یعنی خدا این کار رو میکنه. یا میگن خدا مردم همه جمع کرده برده تو جهنم، تو آتیشو داره میسوزه. خدا مردم تو آتیش بسوزه که دلش کمک شه. مسخره بازی نیست که. اعمال خود ما برای ما برملا میشه. تو حمام نری چرک بدنت برملا میشه، دقیقا اون چرک بدنت شپش هم پیدا میشه، کک هم پیدا میشه، رشک هم پیدا میشه، یه خود برو برده ساز هم پیدا میشه، یه جونوره دیگه هم پیدا میشه. چرا نمیخوایم بفهمیم آخه؟ اعمال زشت من باعث شده که من کثیف بشم. ما 2 رقم موکل داریم، 2 رقم ملک داریم، یک ملک زشت، یک ملک زیبا، یک ملک دوزخی، یک ملک بهشتی. میگن توی شونه راست ملک بهشتی، ملک سمت چپ ملک دوزخیه. اگر بگیم موکل مثلا عزراییله، باید میشه چی؟ میشه جلاد. باید انسان از اولیای خدا بفهمه، بری سوال کنه این ملک چیه آخه، این قبض روح چیه؟ قرآن میفرماید انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. یک شب قدر اگر تو پیداش بکنی بهتر از 1000 ماه عبادته، 83 سال خورده ای. یعنی میخواد یه عمر انسان ها اون طبیعیش 83 سال خورده ایه. چه زیاد چه کم باید بمیری. ملک الموت میخواد جانت بگیره، میگه اون روز حالا سر رسیده، ملک میخواد بیاد. جون چجوری میخواد بیاد بیان؟ در اون موقع که من دارم تو سکرات دارم دست پا میدم میخوام بمیرم، یه حیولای زشتی رو من میبینم، حیولای زشتی که مربوط میشه به اعمال من، مربوط به اون لجاجت من، مربوط به اون کارهای زشت من که تکذیب میکردم. این یه خوشی نشون میده به یه طرف میمیره. اون حیولا، اون صورت زشت کیه؟ با اعمال خودمه. میگه نرو و میری اونجایی. حالا یکم برخلاف این میری، از سر بالایی میره بالا، چون خدا بالای شیطون پایینه. میره به خدا برسه، میره به حق برسه، میره مثلا به بهشت برسه. تون گل گیاه ها و روح ریاحین و اون آبابشارا و اونجا یه درازی میکشه اونجا، همین که چیزی رو هم میره یک مهروی آسمانی اسم فرشته از اون دور داره میاد. اونقدر زیبا، اونقدر زیباست که دیگه نمیشه این رو به بیان آورد. همون دور داره میاد، دل قلبه منم داره میکنه. این مهروی آسمانی به نام فرشته، این مغناطیس عجیب خدایی الهی آسمانی داره میاد، میاد جلوش میرسه. اگر که این مرد به واسه زیبایی اون که مرد قدرش، اگر نمرد یهو بیشتر دیگه میاد جلوتر، بازم میاد جلو. خلاصه آدم نمیره، خیلی سخته، میخواد بره به رحمان رحیم برسه مثلا، بازم میاد جلو، بازم میاد جلو، میاد جلو. بعد دست میزه گردنش، صورتشو میشه از اون صورتش،
بعد از بغل لب زنش یه بوس میکنه، این بوی عطر روح ریاحین این بهشتی این وارد شامه این میشه، همون پیک میمیره. چقدر ساده و قشنگ رفت. اینو میگن عزرائیل. این میره سر زری، ثم رددناه اسفل السافلین، اون میره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اعلی علیین. این میره بالا، اون میره پایین. این در پایین جورش گرفته میشه با هیولا، اون در بالا جورش گرفته میشه با فرشته. اینو میگن عزرائیل. آنان که میرانندشان ملائکه، یعنی میگیم اعمالشون قبض روحشون میکنند، اینا اگر از جمله طیبین باشن، از جمله پاکان باشن، مطهران باشن، اون مطهران قبلی اون دروازه دنیا و آخرت از اونجا ایستاده، اون مقربان، اون طیبان، اون پاکان، مطهران، صابران، میگن بفرما سلام بر شما، داخل شوید در بهشت به سبب آنچه بودید که عمل میکردید. عملتون خوب بوده، حالا ما اومدیم به شما سلام بدیم بفرما. حالا اونی که عملشون بده، آنان که میرانندشان ملائکه یا فرشته جونشون میگیره، اونها ظلم کنندگانند به خودهاشان. فرشته میاد اصلا میاد جونشون میگیره، اینه که مردن. گفتن ما نمیخواستیم که کار بدی را انجام بدهی. آری بله، به درستی خدا دانا است به آنچه عمل میکردند. بله راست میگی تو. پس حالا شما داخل شوید به درهای جهنم جاویدان.